6 از بهترین گانای این سیزن که آخرین مخصوص لیدربورد رفتن. برو بریم. شماره 5 QQ9. بچا هر اسکینی از این گان دارین توی 2 ثانیه میتونه 3 نفر رو مثل این ویدیو بندازه و با این اتچمنتش میتونین انمی‌ها رو رنده کنین. برو بریم بعد. شماره 4 FFAR. بچا من FFAR متیکشو دارم ولی لژندش خیلی بهتر از متیکش میزنه و ایم اسیستش هم خیلی بیشتره و با این اتچمنتش میتونین قشنگ دستو جمع کنین. برو بریم بعد. شماره 3 VMP. بچا VMP این سیزن باف مخفی خورده و توی رنک لیدربورد خیلی داره استفاده میشه و شما میتونین با این اتچمنتش تو لیدربورد مثل آب خوردن بازی کنین. برو بریم بعد. شماره 2 رم 7. بچا رم 7 هر سیزن داره بهتر از سیزن قبلش میشه و باگش هم برداشته شده چند سیزنه و با این اتچمنتش خیلی میتونین نرم بازی کنین. برو بریم بعد. شماره 1 USS 9. بچا USS 9 میگن نرف شده ولی همینجوری که داریم میبینیم من کلا دارم با این گان دابل کیل میزنم. این اتچمنتش هیچ مشکلی براش پیش نیومده و اصلا نرف نشده و راستی اگه دنبال ترفندای سیزن جدید هستی منو سابسکرایب کن.